درود به دوستان، من دوباره برگشتم روی صندلی پرواز، اومدم با یک آموزش خفن. این آموزش برای کسایی که میخوان توی بازار موندگار بشن، برای کسایی که میخوان از این فرصت ها استفاده بکنن، برای کسایی که میخوان یک شبه پولدار نشن، برای کسایی که میخوان یاد بگیرن. بعضی میگن چرا چشات اینجوری میکنه؟ خب چشام اینجوری میکنم، بری انجامش بدی. اول باید بهتون تبریک بگم که وارد این بازار شدین و الان یک فرصت خوب هست. لایه دوم ها هنوز ایردراپاشون رو ندادن، خیلی از لایه دوم ها تازه شروع کردن روی زیکی رolaپ و اپتیمیستیک و الان یک فرصت مناسبه. این بازار از دید خیلی از تحلیلگرها هنوز شروع نشده، چون کلا مارکتش 1 تریلیارد دلار هست. اگر بخوایم اون رو الان مقایسه بکنیم، کلا شاید کل پول 5 تا از پولدارهای دنیا هم نشه که اونها سرمایهشون 200 میلیارد دلاریه و کلا سرمایه اونها میشه. پس این بازار خیلی جا داره. به خودتون تبریک بگین هر روز. واقعا اینو دارم بهتون جدی میگم. این بازار اگر بخواد رشدی رو بکنه، یعنی این رشدی که الان کرده رو تا 65,000 دلار رو، منظورم بیت کوین هست، اینو اصلا در نظر نگیرید. باید این رو در نظر بگیرین که یک شب پولدار شدن میتونه چه ضررهایی رو بهتون بزنه. شاید شنیده باشین که یک سری از افراد کارخونه‌دار یهو ورشکسته شدن و سرمایه‌شون نابود شده، یا یه نفر خیلی پول داشته سرمایه‌شو همه رو نابود کرده. چجوری این اتفاق میفته؟ یک شب پولدار شدن منظور روی همون یک شب هست یا میتونه توی یک دوره اتفاق بیفته؟ بریم روی چارت تا اون رو بهتر بهتون توضیح بدم. خب من میخوام اول با عرض کاردانو این مثال رو بزنم. ببینین شما زمانی که هیچ پشتوانه یادگیری ندارین، یک سرمایه رو به دست میارین، خب ولی نمیتونین که اون رو مدیریت بکنین. شما شاید توی یک دوره یهو مثلا چند میلیارد پول دستتون بیاد و بعد از چند سال ببینین که هیچی از اون رو ندارین و دوباره برین راننده تاکسی بشین. این اتفاق زمانی رخ میده که شما دقیقاً مثل یک چارت زندگیتون رو ببینید شما یک روزایی اوج مثلا درآمد مالیتون بوده، یک روزایی افت داشتین، یه روزایی خیلی پول داشتین، یه روزایی کم پول داشتین. اون رو به یک چارت بیاین و تبدیل بکنین. میتونین اون رو بکشین حتی توی چه سالهایی چقدر پول داشتین، ماشین داشتین، خونه داشتین و الان اونها دقیقاً مثل یک چارت به شما نمایش داده میشن. ببینین زمانی که شما هیچ پشتوانه‌ای ندارین، ببینین دقیقاً به این صورت هست. ببینین الان از یک جای شروع شده رفته بالا. خب این یک چارته ولی من دارم توی زندگی اون رو مثال میزنم. ببینین میره بالا و از یک جایی وقتی که مقاومتی سر راهش نباشه، یعنی شما برنامه ریزی برای این پولتون نداشته باشین، میتونه که شما رو زمین بزنه. چجوری میتونه زمین بزنه؟ ببینین شما باید زمانی که دارین کار میکنین باید یاد بگیرین، روش های سرمایه گذاری رو یاد بگیرین، روش های درآمدی رو یاد بگیرین. انقدر روش درآمدی مختلف توی بازار بلد باشین که اگر یکیش رو از دست دادین اینجوری چارتتون نریزه. این خیلی مهمه که شما بتونین یک چارت رو در یک روند صعودی نگه دارین. یعنی اگر هم روند صعودی نیست، خب بتونین در یک حدی مقاومت بهش بدین. ببینیم من الان یک مثال دیگه براتون میزنم. این الان کانال یوتیوب من هست. خب الان قشنگ چارت رو نمایش نمیده که من بخوام بهتون واضح بگم، اما ببینین از زمانی که من این رو شروع کردم به نسبت ویدیوهایی که اون اوایل میذاشتم و بلد نبودم، ببین چه افت و خیزهایی رو داشتم. چون یک ویدیو ویو میخورد، چون ترند بود یا هر دلیلی داشت و دوباره میریخت، چون من پشتوانه‌ای برای نگه داشتن توی اون مسیر نداشتم تا بتونم برای همون پامپ بعدی اون رو نگه دارم. ببینید همینجوری بالا و پایین میکرد و برمیگشت به همون مقداری که بود. و از جایی که دیگه من تصمیم گرفتم که یاد بگیرم مثلا یوتیوب رو یا کارهای دیگم رو، ببینین اگر افت و خیزهایی رو داشتم تونستم توی یک مسیرهای اون رو نگه دارم. خب حالا بیاین و این رو تشبیه بکنین به اون چیزهایی که شما بلدین و به نسبت اون دارین سرمایه گذاری میکنین، دارین کار میکنین. اگر الان 1 میلیارد پول رو داشته باشین چجوری باش برخورد میکنین؟
اگر الان 10 میلیارد پول رو داشته باشین اصلا براش برنامه ریزی دارین یا اون 10 میلیارد رو میخواین داشته باشین بعد دوباره بریزه چارتتون؟ پس این خیلی مهمه که شما بتونین اون 10 میلیارد رو اگر تا 5 میلیارد پایین اومد 100% پایین میاد. شما هر سرمایه رو که داشته باشین یه قسمتش خرج میشه، خرج بدهیاتون میشه، خرج یک سری چیزها میشه و باید بتونین حداقل نصف اون رو حفظ بکنین. یک شب پولدار شدن این ضررها رو میتونه بهتون بزنه که نباید در مورد کاری که انجام میدیم فقط به فکر این باشیم که چرا من پولدار نمیشم، که چرا شاید شما باید یاد بگیرین. شما اگر پولدار بشین و یک سقف مالی رو برای خودتون تجربه بکنین و یک خریدهایی رو انجام بدین و دوباره بریزه، یعنی برگردین به حالت قبلیتون، خیلی سخت میشه برگشت به اون حالتی که بهتون لذت میداد. همون پایین اومدن میتونه باعث شکست بعدیتون بشه. یعنی شما باید با اون مشکلاتتون طوری برخورد بکنین که طرز برخوردتون نشه مشکل بعدیتون. این خیلی مهمه که شما بتونین مشکلاتتون رو مدیریت بکنین. اینکه نخواین یهو پولدار بشین، نخواین یهو نمیدونم به جاهای بالا برسین. شما اگر بتونین به نسبت مقاومت هایی رو برای خودتون توی اون سرمایه‌ای که دارین حفظ بکنین، یعنی برای مثال من براتون مثال میزنم، الان شما 1 میلیارد تومان دارین یا برنده شدین، میایین و 200 میلیون تومانش رو میدین برای مثال رهن یک خونه. خب اون 200 میلیون تومان یک مقاومت خیلی خوب هست برای اینکه شما کل سرمایه رو از دست ندین. خب 200 میلیون تومان رو هم میدیم ماشین. خب اون ماشین میتونه نابود بشه ها، خب ولی هنوز هم یک کم امن‌تر هست از اینکه همش رو بدین یک ارزی یا همش رو سرمایه گذاری بکنین توی یک مارکت یا مثلا ارزهای دیجیتال، بورس یا طلا یا غیره. و اینکه بخواین اینها رو یاد بگیرین زمان میخواد. این خیلی مهمه. زمان میخواد که شما بتونین یک مقاومت هایی رو برای خودتون ایجاد بکنین. شما شاید تجربهش رو نداشته باشین الان با 1 میلیارد پول چه کاری رو انجام بدین. خیلی از آدم ها از این پولا داشتن اون رو از دست دادن چون مقاومتی برای اون ایجاد نکردن. شما اگر همین الانش هم دارین کار میکنین، یاد میگیرین، دارین مقاومت ها رو اون بالا برای خودتون ترسیم میکنین. خب پس یک شب پولدار شدن رو از ذهنتون بیرون کنین. من فقط اگر این حرفا رو میزنم فقط میخوام که شما رو نگه دارم توی این بازار. توجه بکنید من کارم مینت و تستنت هست، اما دارم تجربه هام رو بهتون میگم که شما رو هر جور شده نگه دارم برای 1 سال آینده که واقعا تلاش بکنید. اونهایی که تلاش میکنن نتیجهش رو میبینن، اونهایی که تا الان تلاش کردن تو این 2 سال نتیجهش رو قطعا دیدن. اصلا کسی نمیتونه بگه من این نتیجهش رو ندیدم. اپتوس رو گرفته، آربیتروم رو گرفته، مگر اینکه درست مقاومت ها رو انجام نداده باشه، درست یاد نگرفته باشه، رفته باشه توی بازی هایی که معرفی میکنن روزی مثلا 10 سنت یا روزی نمیدونم هر چی که میخواد بهشون بده. اینکه شما دارین توی این بازار پر از روش‌های درآمدی هست، پر از روش‌های کلاهبرداری هست. شما باید بتونین روش‌هایی رو یاد بگیرین که اگر 1 میلیارد به دست آوردین چجوری اینجا بتونین برای مثال 100 میلیونش رو به صورت امن مقاومت برای خودتون ایجاد بکنین. برای مثال با مینت ها، برای مثال با سرمایه گذاری های از همین تستنت هایی که پروژه هاشون رو میشناسین و توی ICO یا IDO شون شرکت میکنین. برای شرکت توی پیش فروش های پروژه هایی که 1 سال تستنتشون رو زدین مثل سوی و خیلی از مواردی که شما میتونین ازش استفاده بکنین. و امیدوارم که بفهمین من در مورد چارت چی گفتم و امیدوارم که بتونین برای خودتون تحلیلش بکنین. بریم بشینین و فکر بکنین چه روزهایی درآمد داشتین، چرا اون رو از دست دادین، چرا یهو ریخت. و حتی میتونه 100,000 تومان باشه، من کار با مقدارهای بالا ندارم. 100,000 تومان داشتین چجوری از دستش دادی، چرا از دستش دادی، چرا 20,000 تومانش رو الان نداری. خب این فقط یک عدده، شما میتونید روی عددهای دیگه این رو برای خودتون تحلیل بکنید. من این رو هیچ جای ندیدم و این چیزی که خودم تجربهش کردم
اما اگر این رو قبول دارین که هیچ، اگر هم قبول ندارین لطفا بگین که چرا قبول ندارین و من فقط میخوام توی مسیر افرادی رو که واقعا میخوان کار بکنن نگه دارم و یک ذهنیت اشتباه رو ازشون بگیرم. اینکه فلان ارز پامپ شد نمیدونم چی شد، اینها همه نقشه های بازار هستن. زمانی اون اخبار به گوش شما میرسه که اون ارز میریزه. میتونیم بریم پپر رو ببینیم، میتونیم بریم خیلی از ارزهای دیگر رو میتونیم ببینید. اگر توی این بازار بودین توی این چند سال میدونین که اینها همه نقشه هستن. ارزی که بخواد پامپ بشه شما رو یک شبه تریلیاردر یا میلیاردر بکنه، شاید 1/100 هم اتفاق نیفته، مگر اینکه به صورت ناخودآگاه برین اون رو الکی بخرین و یه همچین چیزی بشه. اما اون هم میتونه براتون ضرر داشته باشه، اینکه بخواین یه شبه اون پول رو به دست بیارین، مگر اینکه تلاش کرده باشین توی این چند سال مقاومت ها رو بشناسین، برای خودتون مقاومت توی چارتتون ایجاد بکنین. چیزیه که از دست من برمیومد، امیدوارم که به دردتون بخوره. این ویدیو رو هم لایک بکنین، کانال رو سابسکرایب کنین و علامت زنگوله رو هم بزنین و اگر مایل بودین که توی ایدراپ ها شرکت بکنین میتونین عضو کانال تلگرام ما بشین. من دوباره اینجوری کردم. موفق و مؤید باشین.